یو برو بچه خوش اومدید ویدیو قفن دیگه بچه امروز برگشتیم با یه ویدیوی کاملا متفاوت. اومدیم داخل این ویدیو اصلا فشار نه اونم من اصلا بگی ببخشید یه لحظه دوربین قطع شد. داشتم میگفتم اصلا کسی چیت بزنه، کسی هر غلطی کنه، بد بازی کنه، خوب بازی کنه، پرو باشه، اینو به هیچ وجه فشار نمیاره. حالا فشار چیه؟ فشار من همیشه خیلی خودم فشار میخوردم داخل چت فوش میدادم، داخل چت خود بازی فوش میدادم، داد و بیداد میکرد. امروز قراره داخل حالا یه چند قسمت بریم این عادت رو از خودمون بیرون کنیم. فشار چه انیه که من دارم میخورم، الان دارم فشار میخورم که همین الان مهم نیست. دارم سراغ ویدیو لایک کامنت دنبالتون نرو سراغ ویدیو لیتس گو ویدیو. خب آقا استارت کن بریم دادا. میخوام رنده کنم ولی فشار نه آجی، دیگه باید این فشار بذاریم کنار. چرا؟ چون چند دلیل داره. موقعی فشار میخورم سرم به شدت درد میگیره، قلبم درد میگیره، کل قفسه سینم اینا، و نمیدونم حس کنم بد این فشاره و خب 100% بدم هست و قراره اینو از خودمون یکم بیرونش کنیم. بریم راحت پلیمونو بدیم. داشت خیلی هم بازیت خوبه با اینکه نوب سگی گویی نیست. بریم آروم ریلکس. فشار چیه بابا؟ فشار نخورید یا سامسا بری و فشار نخور با دماغ پرانتزی کج. ببخشید عوض بازی زدی خوردی زدم خوردی زدی. نفهمیدم چی هم گفتم ولی خب راش ندم بابا. اینو از بدین راحت، وقت فشار نمیخوره ریلکس میتونی بازی تو کنی، هیچ مشکلی نداری. ای من دو تک نمی کنم اصلا. این جدید اضافه کرده چیز داره بوم مینوز بعد چیز برو فقط ای خورد نه خوب بازی کن به نزدیک بود بیفتم. آی منم میرم بالو یا علی برو. ایده ای دارم درست فریج بزنید اما اول کار خب خور نزدیک بود بیفتم. خیلی هم نزدیک بود نگاه، یعنی باشه صدا آتیش مال چیه؟ کدوم گوری آتیش؟ نمیشه بلاک گذاشت خاری بابا. خو یارش اومد دو تک بسان. بیا داری بیا خودت بیا، من نمیام. برو پایین تو هم برو پایین. یا داداش در قبال من گویی نیستی، میدونی که اینجوری میزنمت. یه فایر بده من. بیا بزن بریم. ای خب خب ای خب این زندگی و من تو برو پایین. خب وای لگ علی خدا قشنگ بود. بابا چاقال بیا برو. من میگم بیا برو پایین عمو. ساچیدی ما رو، هیچ گویی هم نداشتی، چرا اینجوری کردی؟ گویی اصلا هیچی ندارم. بیا برو پایین. اوی خیلی خوب زدم. اوچی خیلی خوب زدم اینو.
HP ندارم دیگه نگاه داشت. اینو هوامونو داشته باش. یه دونه بده من. خب تو HP داری من هم که ندارم. دن سریس بابا تو دیگه نخور. تو این نیستا بزنش. تو به سگی داداش. طرف یه جوری برمیگرده انگار. ای یه برو پایین میرم بابا چاقا. مال این حرفا نیستی. یه اون فکر کنم برو هم داره بهش راش میده. فایر بزنه. نه 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 این حقیقت نداره. ای بابا یکیشو وای موس نجرید. ای دهنش. ای خا این خاک برسد. ولی بلو یه دونش وید کرد اصلا بلو. با بلو از اون ور خدا کن نیاد. ولی 100% خب بلو الان بریش کشیده دایمندی ما. اوه این بره بلو دقیقا کجا میشه. اینه بلو اینجاست. وجی بلو هم بده سگ. یار منه بالا. بنازم وجی یارم بالاه. میخواد یه فایر به من بزنه. بزنی نگاه. این همو شتک کنید تا من برسم. جی 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 بنازم. ایشالله که میرسم بنازم. به به. حاجی دیدی دقت کردید ولی اون خیلی حاجی خوب بلاکش کردم. طرف مومو گرفته بود. پرم برو دیگه داری برو. چهار نه فشار نه. اینجا تو یکی برو حداقل. تو یکی برو پایین. بابا به قرآن اگه نه آروم آروم. بدو زدن بدو زدن بدو زدن. منم اینو میزنم منم اینو میزنم. بابا بمیر. خور مادر تو ناموسن. بوجی مگه میشه. از هر لحاظ شما بخوای حساب کنی غیر ممکنه. خب طرف اینجاه. خب کدوم گوریه. اونجاه. بله خواهی آیرن گولم فلان بخری همون به همه خیال باش. نگاه کن این گلدن اپل بو هم نیاز میشه. بذار حالا جمع میکنیم بو هم میگیرم. بگو هنوز اونجایی دیگه درسته. نیست. نه اونجا نیست. بریم الان راش بینیم دیگه چیکار کنیم. یه دونه اینو میخرم نیاز میشه. قبول کنید.
خور مادر چیز اومد اینجا رو هم خراب کردی. خدایی یکیشون زدم اون یکی هم خوب بود ولی پراتش زیاد بود دیگه نرس. هر لحظه اسم کنم فایر میزنه. اینجا هم چیز نیست یه گاد بریج برم و آره اوضاع خراب میشه. نکن یا این دونه بلوها رو یارم زد. ایو الان همه تک موندیم من فقط میدلم دیگه فرقش اینه. میدلم و ایرم گولم دارم. چیزم دارم گلدن اپل هم دارم. خب چیز میکنم. اوه به من اونجوری نکن آجی به من اونجوری نکن اینجوری کمبات میکنم ها. یه هو هم براش مینویسم آیرن گولم هم حرکت هدر دادم. شال کردی پراتش خیلی بالا یعنی خواستیم پی پیش از هر چیز بود نمیتونستیم باید کمبو میشد. چیز کو بلو کجاست؟ نه وای دیدم نزدیکایی. یه دونه چیزم میخوام کم امرال بیشتر. شمشیر میخواد یه دونه داد تکراری بوده. این وریه رو رفتم فکر نکنم اینو رفتم دیگه معلومه. کجا رو نرفتم؟ اینو احتمالا نرفتم که اینم باز احتمالا رفتم. حاجی ولی چقدر بدون فشار حال میده. اوه دیگه البته نه دوتا دیگه رو من میتونم بکشم بیرون اسم کنم. حاجی دوتا اضافه ترم بگیرم یه قطنما مثلا بلو رو بهم نشون بده کجاست خیلی خوبه. اگهش معلوم الان ما میتونیم آره فقط دوتا اضافه تر الان میتونیم راحت شمشیرمون هم بگیریم. اوی بیوف دیگه داداش. نظرگیری رو من که الان میرم بدم نگاه با من کل کل نکن بلو. با فایربال به من فایت نده داری بیا. وای رسیدم. وای خدای ممنونم. اینم میگیرم یه دونم قطنما بده به من. آدرس تو رو بگیرم تموم. یا چیزم بگیرم یه آیرن گولن دیگه هم بگیرم. بیا حالا بیا. او ما پرا دو بودیم پس. بنازم به یار عزیز یارم گرفت خودم گرفتم. من که فقط یه شارپ فکر کنم گرفتم. بو گرفتی منم بو این چندی میگیرم با آخرین چیز. این از این نه بذار اینو میذارمش اینجا بس اینو اینجوری اینم اینجوری. یس اینه. با چقدرم طولانی شد این مچ. بایرم میخوایم. من یه دونه فایر رو دیگه مجبورم اینجا جاش کنم واقعا. داداش ازت نیاز نبود بهت فایت بدم خودت وایت شدی. وشتی ستونم
آقا امیدوارم از ویدیو خوشتون اومد، ولی خیلی حال داد دیگه. یه 2-3 قسمت همینجور بریم، یعنی این کلا این سریه که فشارمون رو کنترل کنیم 3 یا 4 قسمت داره و باید کنترل کنیم خودمون اینجور ریلکس بازی کنیم. به نظرم ما داخل کامنت ها بزن بگید ریلکس بازی کنیم بهتره یا با اون فشار و جنگ و دعوایی که داشتی. عشق علید در کامنت دنبالتون نره تا ویدیو خفن دیگه. فعلا بدرود.